салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Зани бадбахт. дӯстон, барои пешрафти кори мо обуна шуданро ва лайк гузоштанро фаромӯш насозед. ин ҳама заҳматҳо ба хотири шумост. барои заҳматҳои моро қадр карданатон аз шумо сипосгузорем. ташаккур барои таваҷҷӯҳатон. بله، شما از قدرت پویراز شکایت کرده بودین. میشه بگوین چه قسم اتفاق افتاد؟ لطفاً آقا میخواهیم جریانا برای ما قصه کنیم. الان دیگه بیادر معذرت میخواهیم. چتنی یک عملیات دشوار سپری کرده. هنوزم تأثیراتش باقی مونده. شفا باشه. بیادر زود باش، همه چیزه بگو. آقا چتن اگه آماده نیستین میشه که بعدن اظهارات بتین. من خوب هستم. درست است. اگه خوب هستین پس از شروع تمام چیزا با ما قصه کنین آقا. میره بریم. چیز به گفتن نیست. تمامش یک حادثه بود. ما از هیچ کس شکایت ندارم. تو به اون شخصی چی میگی؟ قدرت میخواست را از بین ببره. شما فکر میکنین این حادثه قصدی بوده؟ بله. نه خیر. خواهرم در وقت حادثه اونجا نبود. یعنی هیچ چیز ندیدم. خوش آمدی بچیم. ندیم. بله بیادر. اینجا بیا. تمام اینا رو توضیح کو. دو سیاه دو سبز داری بچیم. درست است. چی اشتیا داری بچیم؟ چای، قهوه، آب لیمو پیدا میشن. زنده باشین پدر جان. هیچ چیز اشتیا ندارم. نیکه کدام گپ شده؟ اشتباه کردم پدر جان. چی اشتباه کردی؟ همیشه میگفتی نه؟ کارت درست انجام بده و شریکت درست انتخاب کو. اما من اشتباه کردم پدر. شریک ما درست انتخاب نکردم. فکر میکردم و مثل خودم همیشه از حق طرفداری میکنه. اما اشتباه کردم. چری واقعی پیکد شفاخانه دیدم. در اونجا اونا چقدر جگرخون بودن. بیادرشان در سر میز عملیات با مرگ دست پنجه نرم میکرد. و خانم پیک صرف به خاطر که
از خوارزاده شکایت نکنه، اونا را تهدید میکرد. اصلیتشان خراب است. چی گفتین پدر جان؟ گفتم خدا اصلاح بسازشان. چی بگویم دیگه؟ دیگه امرای او کار کده نمیتونم. بسیار فکر کردم اما نمیشه. بعد است دیدن او اما دیگه نمیشه پدر جان. تو حق به جانب استی بچین. تا امروز به خاطر که غلط درک نکنی خاموش ماندم. اما بیبی بچین، نه ای پیکو نه خانوادش هیچ کدامش مناسب ما نیستن. در فکرش نباش. خداوند طرفدار حق است. ما هم هر قدر پولی که داریم یک جا کده باز یک دفتر شخصی تاسیس میکنیم. ما میره میگفتم پدر جان همین کارو میکنیم، اما قرضدار خود شدیم. تو دو مورد فکر نکن. کافی است تا محتاج او مردم نباشی بچیم. یک چاره خود پیدا کردیم. همه چیز خوب میشه. تشویش نکن. رحم کو خواهر. اسما لطفا آرام باش. چطور آرام بودم میتونم سحر؟ زندگی بیادرم تباه شد. یعنی کار قدرت نادیده بگیریم؟ اسما گپ دراز نکن. اگر چتن قسم میگه پس او واقعا یک حادثه بوده. تمام شد بچیم. بیبی بنا حق ترسیده بودی. اینا که رفتن باز از چتن مزرعت بخوای. اینجا نام تخلصتان نوشته کده، امضا کنین ناقل. بازم شفا باشه. زنده باشین، زنده باشین. تشکر. زنده باشی بچیم. بسیار کار درست انجام دادی. بزرگی نشان دادی و از قدرت شکایت نکردی. زنده باشی. قدرت حالا بچیم از چتن بیادرت مزرعت بخوای تا این قضیه حل شوه. بیازو همگی به اندازه کافی جگر خون هستیم. قدرت حالا دیگه بچیم. ما کدام کاری نکردیم که معذرت بخوایم. قدرت حالا ما برات نشان میتون. ترگوت صبر کن. ارنک و زحل. ترگوت قربانت چه امور غرض نگی. کاری نمیکنم، فقط گپ میزنم. بیادر مهربانم، تو کار درست انجام دادی. چی را درست انجام دادی ها؟ اسما شما این صداقت میگن خواهر؟ یک مجرم بیگناه ثابت کردن این کار درست است؟ اسما برات میگم چوب باش. بیبی بیادر، به خاطر که در خانهشان زندگی میکنی مجبور نیستی کار کنی. قدرت یگان آرزویی که داشتی به خاک یکسان کرد. به خاطر که با تیم انتخاب شوی چقدر زحمت کشیدی. چتن یک بچه هوشیار است اسما. کار کرده و روزی خدا به دست خواهد آورد. آدمم بی قسم تسلی میده خانم کاکا. بله دیگه، به خاطر که پدر و مادر نداریم باید خود ما کار کرده روزی خدا پیدا کنیم. ما مثل قدرت مفتخور نیستیم که از پول پدر خود عیش کنیم. دخترم من خو نخواستم که قسم بگویم تو غلط درک کردی. ما از شما حمایت میکنیم. کاکایت به کدام روز به درد میخوره ها؟ به خاطر شما یک فکر خواهد کرد. یعنی اگه کاکای نباشه باز چطور؟ اسما گپ دراز نکو. قدرت مثل بیادرم از جانم است. مطمئن استم قصدن این کار نکده. خداوند ازت راضی باشه چتن بچیم. نظم و آرامش خانواده را حفظ کردی. بخشیدن کار بزرگاست بچه. تا وقتی که نیت صاف و قلب مهربان داشته باشی خداوند تو رو به کسی محتاج میسازه و نیام شرمنده. انشالله قسمه که شما میگین خالایشه. انشالله.
شفا باشه چتن. گاهی آدم به عصبانیت خود تسلیم میشه، اینقدر ناتوان میشه که ناگهان متوجه میشه کاری کرده که اصلا قلبش با او راضی نبوده. او وقت پشیمانی فایده نداره. همگی میفهمیم که یک حادثه بوده، اما ای به این معنا نیست که خدا در مقابل کارت مسئول فکر نکنی. چتن چی خواد کرد؟ تمام آرزوهایی که داشت با خاک یکسان شد. چیزی را که تو حادثه میگی آینده او را ازش گرفت قدرت. حال این موضوع را دراز نمی کنیم. او بیادری خدا نشان داد، شکایت خدا پس گرفت. تو هم بیادری تا نشان بده و ازش معذرت بخوای. ما کار نکردیم که معذرت بخوایم. قدرت گپه دراز نکو. چتن به توی قدر با ارزش است پدر. قدرت این معذرت خواهی را به خاطر کی میخوایی پدر؟ به خاطر ما یا به خاطر خودت؟ من پدر تو هستم. هر کاری که میگم باید انجام بدی. کاش انسان ها حق میداشتن که پدر و مادرشان خودشان انتخاب کنن. سحر دخترم از دست ارجمند گلاره بگی. بته بچه. باید زودتر می آمدم اما خوب دگه تازه خبر شدم. خوب کردی جانم. اینجا استاد نباش، بیا بیشی بچه. دخترم پشت پدر دق نشدی؟ اما ما پشت دق شدیم. بیبی چیزی که زیاد خوشداری را برات گرفتیم. بابا نو چی است؟ نمیفهمم. چی فکر میکنی؟ نمیخوای یک بار بیایی ببینیش؟ بیاد آغوش پدرت. دختر یک دانه. پدر اینجا چی میکنی ها؟ اینجا به خاطر جنگ کردن نامدیم اسما. هم به خاطر عیادت آمدیم و هم به خاطر معذرت خواهی از خانمم. کار خوب کردی جانم. بین خانواده قسم مشکلات پیدا میشه. قبل از اینکه ترگو چیزی بفهمه قلبشه و دست بیار. در این مورد باید قبلا فکر میکرد زهر. کسی که خانم خدا لعنت کنه با او مرد گفته نمیشه. عایشه جان، بهتر از بین زن و شوهر مداخله نکنیم ها. اینا بین خود گپ زده حلش میکنن. خانم زحل حق به جانب هستن. نباید بین زن و شوهر مداخله کنیم. من مداخله میکنم. عایشه خاله جان، نمیخوایم قلبت بشکنانم اما از حدت میگذری. اصلا تو کی هستی؟ من کی هستم؟ میخوای برات بگویم که من کی هستم؟ کی باشه دیگه جانم؟ یکی از خویشاوندای ماست. وقت سحر قسم دید تحمل کردن نتانست، ناراحت شد. چرا نمیفهمی؟ بس است دیگه. از این قدر فکر کردن در مورد چتن خسته شده. فقط که مولادتان نیستم.
گفتم گپه دراز نکو. از دستم کدام حادثه رو خواه داد. بس از پدر. ایره بیبی بس. حال دویده اونجا میره. این خانم چقدر احمق است، در هر کار مداخله میکنه. مام در مورد خودت طبیع قسم فکر میکنم، اما انسان وقتی بیروی میباشه متوجه هیچ چیز نمیشه. اسما خب از توفیم خوشت آمد جان پدر؟ جواب بده. تا امروز با من چی پدری کردی بگو ها؟ تو فقط در فکر 3 نفر هستی. چتن اسما سحر کمی بشر. اونا نه پدر دارن و نه مادر. خوب است دیگه. با جای ما در حق اونا پدری میکنی. اولاد نمک حرام. تا امروز از چی کاری برات کمی کردیم؟ زیر پایت موتر، در جیبت پول پدر، به خاطر که آدم شوی هر کاری کردیم. اما آدم ساخته نتونستی. قدرت شما نسبت به ما به اونا بیشتر پدری میکنید. با قدرت پای ثبت بازی بخوره. بگو دروغ میگم آقا ترگوت. ترگوت چی میکنی؟ قربان چاومتو نکو، صدقه چاوم بست، خلاص شد. خوب میفهمم امرای چی کنم. بعد از این برات نشان میتم که پدری یعنی چی. باز میبینی. چرا قسم رویه میکنی جانم؟ بس است دیگه مادر، بس است دیگه. من غلط نگیرید. چرا نمیفهمید؟ آرام باش بچه. آی بچیم، چرا قدر زد میکنی؟ نباید امرای پدرت قسم گپ بزنی. حالا برو پیشش و معذرت خواهی کو که دلش جمع شوه. قدرت تحقیر شده شخصیت زیر پا شوه ها؟ مادر در این خانه یک مصیبت وجود داره که او مستم. نی اسماستو نه چتن. با پولتان مرا بازی داده میرین. بله قبول دارم که پول دارم. پدر ندارم. پدر درست است بچه، آرام باش، نشه که بشنوه. بانشان که بشنون. پدر و مادر خو ندارم، گریه کردن خو یاد دارم. اگه کسی شنیدم سرش خبر نیستم. قدرت بجایی کارا کمه از مغزت استفاده کو. چه قسم از مغز؟ من مثل اونا تمثیل کردن یاد ندارم مادر. بزد پدرت قسم کارا نکو قدرت. هوشیار باش، تا وقتی که داد فریاد بزنی میدان اونا میبرن. بانه ما دیگه مادر. قدرت به ما بیبی قدرت. بچیم به خاطر چتن امرای پدرت زد نکو. از عقلت کار بگی. باز بیبی که به اونا قدر ارزش میته یا نه؟ دروغ میگم؟ گپ حقیقی است که نشنوه. کاکا جان گفته پروانه وارد دورش میگردن. بچیم اگه با پدرت نزدیک شوی باز پدرت از تو میشه. باز وقت چشمش نه اسماره خودیت و نه چتنه. لطفاً به خانت برو سحر. دیگه چشمم کور شوه که تو را از این بابت آزار و اذیت کنم. اوف تو همیشه لاف میزنی. لطفاً یگان کلمه نو پیدا کن. چرا این قسم سل داری؟ دروغ میگم؟ دیگه چشمایم کور شوه سحر. تو را دیگه اذیت نمیکنم. معذرت میخوایم سحر. اسما بس است. چی گپ است خواهر؟ دروغ میگم؟ پس نتیجهش چی است؟ بازم سحر با چیری؟ دغدار خود خانی ما خط آمد. دیگه بگه پای آدم فریب نخو سحر جان. الا دیگه با کدام دروازه دیگه تک تک بزن. لطفاً خاله سر پدرم کپ نشه. بان دیگه دخترم بان. کار همیشگی خالت از دیگه. خیریت باشه ارجمند. اوه خیرت است ترگوت پدر. راستش شفا باشه. امی که شنیدم دویده آمدم. ضرور زنده باشی. اگه از اول خبر می داشتم باز شفاخانه شما را تنها نمی ماندم. اگه به سحر زنگ می زدی خبر می شدی. راست میگن.
هر چیزی که میگین و میکنین حق با جانب هستین. ببینین ما همراه سحر بد رفتاری کردیم، ایره قبول دارم. شما بزرگیتان را نشان داده ما را آشتی بندازین. سحر خب برم چیزی نگفتم ما لوده نیستم بچیم. اگر تا امروز خودم جوابی کارهای احمقانه تا ندادیم فقط به خاطر بیادر زدیم سحر است. ترگوت پدر، ما سحر بسیار دوست دارم. او همسرم میشه و جانم میشه. اگه دیگه آزارش بتم باز جوانم مرگ شم. آمین. این گپه به من نه، بلکه به سحر بگو. اصل نفره باید قانع بسازی. سحر زندگی لطفاً دیگه زد نکو. بدون شما باور کو خانه دیگه برم زندان است. حالا وسایلت جمع کو خانه بریم. لطفاً مادر، پشت دوستایمون دق شده. لطفاً خانه بریم. ما را ناامید نساز. بیبی دخترمان بسیار پریشان شده. اما بازم فکر کو، برباد کردن خانه آسان است، آباد کردنش سخت. که خانه مانده تا آباد کنه کاکا. از این قسم خانه داشتن که نداشتنش بهتر است. او را ما تصمیم گرفتن نمیتونیم. اسما جان، سحر خوب میفهمه که تنها نیست. گپ ما همی است. اما کاکا از این خاطر ما صدای خود نکشیده و با احترام کامل به تصمیم خواهرت گوش میدیم. خواهر، اسما جان، اجازه بده که خواهرت گپ بزنه. بگو دخترم، تصمیم تو چی است؟ پدر ما دیگه میرم. درست است بچه. ابا جانب هستین، حتما یک راه حل پیدا میکنم. اگر در چهار طرف آدمای درسته نباشه باز کسی که اشتباه کرده اون هست. همراه فکر گپ زده این شراکت از بین میبرم. هرچی که بخیر باشه. چی شده؟ بچهت کجا میره؟ به خاطر نجات دادن اونا میره ندیم. همراه فکر گپ زده میخواه شراکت خود از بین ببرم. خدا را هزار بار شکر، از این به بعد چهار طرف عمر نخود بودن. بسیار خوش شدم. هر چیزی که خیر باشه. تشکر ندیم. لطفاً مادر جان، لطفاً به خانه خود بریم. وعده میدم بار دیگه شما را آزار نمیدم. لطفاً کلا پاسی چای خودم میگیرم. هر شب دندانای ما میشویم. مثل درخت یگان چیز است نه؟ نامو چی بود؟ نامش خوب یادم نامد، اما شما که به من فهمیدم. میخوایم از او بخورم. هر روز از او میخورم. وعده میدم مادر. حالا دیگه سحر نباید دختر ما به خاطر ما پریشان شود. درست است دخترم، میریم دیگه. هیچ چیز نگو. اما بیبی خواهر، گفتم بس از دیگه اسما. تصمیم خودم گرفتم، میرم دیگه. بریم دخترم، تو پیش پدرت منتظر باش. ما وسایل خودم جمع کرده میایم. زنده باد. بار آخرت باشه. اگه بار دیگه سحر دخترم پیش خانیم جگر خون ببینم باز حقت خواد دادم. شما تشویش نکنین پدر،
هیچ تشویش نکنین. دیگه او را جگر خون نمی سازم. تصمیم داری که باز با خانه او آدم بری دخترم؟ از اینجا برای اتو نکو دخترم، بگا پایو باور نکو. گفتم از اینجا برای تو سر خودت دلت نمیسوزه؟ به خودم دلم بسوزه ها، دلم بسوزه. راست میگی؟ ما به خاطر که دلم به تو میسوزه هیچ نسوزه. باید در وقتش در فکرم میبودی. خاله آیشه، تو را با این نام مشناسیم. نیک فراموش کردی، چون که تو حق مادر بودن ما را 20 سال پیش از دست دادی. قسم نکو دخترم. چرا؟ نیک دلت در میگیره. دروغ میگم. اولادای بدون پدر و مادر نباشه. اولادای من بدون سرپناه و ناچار نگذارم. گفتم باید از اول فکر میکردی. خدا شاهد است که من بیگناه هستم دخترم. اگه بیگناه می بودی باز قدر سال به صفت مادر می بودی. در بین ای چور دیواری مثل زندانی زندگی نمی کردی. بازو وقت یگانه آرزوی چتن دویدن پشت توپ نمی بود. آدم وارد درس می خواند و صاحب کار می شد. سحر باش، هنوز خلاص نشده. اسما اقدر قهر نمی شد. مجبور نمی بود همراه او بکشه شد یک جا کار کنه و او رو تحمل کنه. شاید از خود کار شخصی می دونه. بس نیست، هنوز بس نیست. من چی می کدم؟ صاحب چی قسم زندگی می بودم هیچ فکر شکردی؟ باش من برات بگویم همراه اون لعنتی که در پایین از هیچ وقت عروسی نمی کدم. اگه مادرم همراه می بود باز همراه ارجمند چی کار داشتم؟ باز شاید مام درس می خواندم، استاد می شدم. به یاد آوردی که می خواستم استاد شوم. به یاد آوردی؟ به یاد آوردم. اما یه حالت ما را ببین. چتن، اسما، ما کلا ما از دست تو بی خانه و تا به عشق و محبت مونده. نه مادر گفت نتونستیم و نه پدر. در وقتش باید پشت ما می آمدی. در وقتش باید بچیم و دخترم می گفتی. دخترم لطفا از اینجا نرو. برتازر میکنم از اینجا نرو. من کاری که تو کدی انجام نمیدم. نمیخوایم دخترم بدون پدرش بزرگ شود. اگر لازم باشه باز هر شب لطو به اول نتیرم تحمل میکنم. وقتی لطو کوب میشم به خاطر که دخترم صدای من نشوه چیخ نمیزنم زبانم دندان کردم منتظر آرامش شوهرم میباشم. اما بازم دخترم بدون پدرش نمیمونم. حالا که دخترم در او خانه خوش است ما به خاطر او این همه را قبول میکنم. اما شاید تو این کار من را درک کرده نتونی. کسی که مادر نباشه، کسی که به خاطر اولاداش از خود نگذره، کسی که یک عمر از اولادای خود دور باشه و شوهر خودم بکشه نخواد درک کنه. پس ناق وقت تضاهی نکن. مهمانی تو همینجا بود. حالا از اتاق لباسایت جمع میکنی و بعدش هم از اینجا خودت گم میکنی. اتو نکن دخترم. چه تندهی وضعیت است. من چه قسم از اینجا برم؟ میری، حتما میری. قسمه که 20 سال پیش ما را مانده رفتی. حالا هم همون قسم حتما میری. دخترم مرا دخترم نگو. تو مادر من نیستی. مادر چتن و اسمام نیستی. ما به اونا مادری کدم. ما تا حالا هر قسمه که برشان مادری کدی از این بعدش هم هموته میکنم. تو تشویش نکن. فردا صبح وقتی که اینجا آمدم تو را نمیخوایم ببینم. اگر دیدمت باز کار را که خانه و کاکای من انجام نداد او را من انجام میدم. سحر
درست است دخترم، درست است. آرام باش، حال میه. کاش مرا صدا میکردی که میامدم میگرفتم. من همراه اسما و چتن یک بار خداحافظی میکنم. اسما بالاخره میری خواهر جان؟ بازم تمام کارهای خرابش فراموش کردی؟ دعا میکنم یه بار جهنم نباشه. چتن به تو امانت است. ما بیازو فردا میایم. خواهر با او مرد کم سرت میشه بگو اگه بار دیگه تر اذیت کرد باز مزی کارش پشیمانش میسازم. چتن چتن جان خواهر لطفا سرم قهر نباش. مجبور هستم دیگه چاره ندارم. لطفا تو نکن چته. حالا دیگه مادر جان کاکا جان از خانم کاکایم زیاد تشکر کنی. خیر ببینم من بیازو هر روز به دیدن چتن میایم. حتما بیایی دختره، اینجا خانه خودت است. ما منتظر تو هستیم. بریم دیگه دختره. آه خواهر خبر نداری بازتر اذیت خود کرد. بله خانم اسما سلام. میبخشین که تا حالا براتون زنگ نزدم. چطور هستین؟ ما خود هوا چکر میزنیم آقا عمر، چون در این خانه کسی نیست که از عقل منطقه خود استفاده کنه. خیرت باشه کدام مشکل است؟ چطور نباشه عمر؟ ما جز مشکلات دیگه هیچ چیزی نداریم. اما حالا نمیخوایم این قصر کدش ما رام جگرخون بسازم. استغفرالله. ما به خاطر گپ زدن با همسر خانم بهار میرفتم. اگه وقت دارین با هم یک جا میریم. بسیار خوب میشه. بیازی در این خانه هیچ کس در قصه ما نیست. حداقل فایدیم خوب دیگر را برسه عمر. درست است. با امید دیدار. من دیگه میرم. مرا دخترم نگو. تو مادر من نیستی. مادر چتن و اسمام نیستی. من با اونا مادری کدید. تا حالا هر قسمه که برشان مادری کدید. از این بعد من با تو میکنم. فردا صبح وقتی اینجا آمدم نمیخوایم تو را ببینم. اگر دیدمت باز کاری که خانه بکاکای من انجام نداد من انجام میدم. چنار چنار چی شده؟ چرا گریه میکنی؟ سحر دوباره به خونش رفت. هر چی که گفتم گپ ما گوش نکرد. چنار
جانم به خاطر این چرا گریه میکنی؟ هنوز خوب شد. بیا دیر یا زود به خانه شوهرش رفتنی بود دیگه. لعنت به قسم شوهر، او آدم هیچ لایق دخترم نیست. او خود درست از جانم، اما سحر خوب از زور نرفت. نه اگه او را دوست نمی داشت باز نمی رفت. به خاطر دخترش رفت. اگر او بچه را دوست نداره که میخواه سر خود ظلم کنه و جان خود در خطر بندازه. با خدا هیچ نمیفهمم که چی بگویم. در نتیجه خودش تصمیم گرفت جانم. کوشش نکردن به گپای تو هم چیز خاصه نیست، چون تو را گناهکار فکر میکنه. میگو فردا وقتی که آمدم نمیخوایم تو رو در اینجا ببینم. خدای من. پس چی خواد کردی جانم؟ یعنی میخوایی بری؟ تو بگو چه قسم برم؟ وقتی اینا در قسم وضعیت باشن باشه تو برو. در یک طرف سحر، در یک طرف چتر و قدرت. قدرت هیچ اشتباهی نداره چنار. یعنی من امرای بچه می باشم. دزم تو تشویش نکو، رابطش با پدرش بسیار خوب خواد شد. درست است، اما زحل گپ سحر خوش شنیدی چنار؟ گپ خدا که گفت انجام میده. با گپ ما و کاکاشم گوش نمیکنه. از این خاطر بجز از رفتن راه دیگه نداری، مجبور استی امشب بری. مسافران عزیز گوش کنین که چی میگم. با هدفی که تصمیم گرفته بودیم رسیدیم. چای ما هم دم شده. با دستان خانم سحر با حضور شما تقدیم خواهد شد. حالا دیگه جانم لبریت کشال نگی، هیچ برد نمیزیبه. لطو کوب کدن خو برم میزیبنی. بس از دیگه یک اشتباه کده بودم که هم گذشت، اما چند بار پیشت آمدم و ازت معذرت خواستم. دزم خودتان میفهمی که نمیخوایم خانه ما تباه شود. به خاطر خوشی طفل ما شب و روز زحمت میکشم. از این بعد دست بالا کردن خوبان. حتی صدای من بلند نمیکنم نفس. یک قسم سیل نکو برات وعده میتونم. بیبی بعد از این کل چیز خوب خواهد شد. عرصه ما یک زندگی کاملا خوب و زیبا را شروع خواهد کردیم انشالله. پس بیا که بریم. مادرم از این بیشتر منتظر نمیمانیم. بیا دختره. اگه به چیز ضرورت داشتی برم بگو، درست است؟ نه خیر، زنده باشین. فقط میخوایم کم تنها باشم. البته اگر در این خانه امکان داشته باشه. بچه میفهمم آسان نیست، کل چیز دفتن سرت آمد، اما کوشش که مثبت فکر کنی بچه. معلوم میشه که این دفعه شوهرش اصلاح شده. شکر خدا خانش ویران نشد. ما بجز از دعا کردن در حق شد دیگه هیچ کدام چاری نداریم. شما با این گپایی که با من میگین باور دارین؟ ها؟ یا نه کوشش میکنین مرا تسلی بتین؟ من ارجمند میشناسم، او آدم نمیشه. بعد از چند روزو کارهای خود باز انجام خود داد. بیازده این خانه دیگه ماندن ما فایده نداره. باید خواهرم از دست او لعنتی نجات بدم. ما واقعا یک بیادر بیکار هستم. ایتو نگو بچه. لطفاً بس از دیگه، از اینجا برین، میخوایم تنها باشم.
هر کس میره میخواه که پیش چتن رفته ازش معذرت بخوایم. معذرت چی لعنتی؟ من خلاوده نیستم. آی فکرت کجاست دختر؟ نمیشه که فکرت بگیری. با این رفتاری که میکنی نشه خانه رو سر ما چپه کنی. دستایم رو خند داشت از این خاطر چاقو لخشید. من خونه میفهمم دستت چی شده. مقصد فکرت طرف خواهر بیادرت مانده. بیاد از بیادر خواهرت جدا نمیشی که خدمت خوشویی تکنی هم تو نیست. استغفرالله مادر، چرا تو میگی؟ بی عروس این بار آخر باشه. فکرت به سرت بگی. عروس بودن کدام بازی نیست. در زمین از خانه شوهرت قار که رفتی یک تناس چی معنا داره؟ امسر یعنی در زندگی یعنی خوشی و قر. ما از پدر و مادر خود ایره یاد گرفتیم. امسر ما مرا زیاد لط کده بود. اگه اتو فرار کده میرفتم خو نه گشنستی و نه بیپناه. باید قدر امسرت بفهمی، چون ام کار و بارش منظم است و هم پروای خانوادهش داره. باز نشه کور از دست بتی. راست میگین مادر. آها اینو تو بگم پایم گوش بده. راستی چرا تا هنوز نان آماده نشده؟ از گشنگی میمیریم. اگه گوش نشدین باز یکان میوه بخورید، چون این نان شب از کمه پسان تر آماده میشه. ولی زبانش یک بلست است. نمیخوایم در جای قدیر قرار بگیرم. شاید بعد از شنیدن این خبر خوش شوه. ای که خانمش را فریب نداده خوش میشه. اما اگه بفهمه گناه مادرش از جگر خون میشه. اگه کدام بیگانه می بود باز قصهش نمیشد. اما اگه یکی از اقاربت باشه یا هم پدر مادرت باشه باز دشوارتر میشه. هیچ پرسان نکن. با گذشت زمان زخم دلم عمیق‌تر شده میره. قلب آدم دگام نارام میشه. ات معلوم میشه که شما این مشکلات سپری کده باشین. اگه اشتباهاً زخم شما را تازه کده باشم معذرت میخوایم. هیچ مهم نیست. شما کدام اشتباه نداره. زخم ما هیچگاه خوب شدنی نیست. از این بعدش هم هرگز خوب نخواهد شد. چون حالا به زندگی عادت کردیم. بر صورت دیگه در قصه ما نباشه. یک جفت است که باید نجاتشان بدیم. باید هر چیز زودتر کوشش کنیم تا اونا خوشبخت شون. عمر ما با مالاتیا برای تکت گرفتیم. جانم بسیار معذرت میخوایم. مام نمیخواستم که قسم شفا. خودت از گپ آگاه هستی دیگه. فقط که خلیل آب شد و به زمین در آمد. از این خاطر فایده نداره که دیگه پشتش بگردیم. چی کنیم دیگه؟ همین قسمت بوده. اما فکرم طرف اولادا خود موند. میگم اسما خدا نجات میده. از خود کاربار داره. قدرت اگه بگویم دمی روز از بیادرش معذرت میخواه و دلم جمع میشه. اما چتن درد او بسیار بزرگ است. بچه قندم پریشان است. سحرم از خود یک عالم درد داره که میفهمه که از دست آدم چقدر اذیت میشه. بسیار سخت است زهر. وقتی اینا را در این حالت تنها مانده برم باز قلبم آرام نمی باشه. بالای چشمای ما جای داری هنوز خوش میشیم. اگه آسیا ما در حالت چتنه با فاما بیایه باز بد میشه. به خاطر قلبش ناراحت نشه چیز نگفتیم اما آمدنش معلوم نیست. ایره گفته باشم باز وقت نه معفا نه تو رو گتره نجات داده میتونیم. باز اسما و چتنم وقت از حقیقت آگاه میشن. کل چیز خراب میشه. حتی بس هرم بگناهی ثابت ساخته نتانستی.
حالا که حقیقت ثابت کرده نمیتونی، باید دوباره برگردی. مادر، لباسای کودکم کجاست؟ سبت بازی جای دیدی دخترم؟ شاید اونجا باشه. مادر چرا گریه میکنی؟ بازم کسی شما را چیزی گفته؟ نه دخترم، پیاز سوتا میکدم، از این خاطر اشکایم برآمد. ما وقتی که از پدرم جدا شده بودم بسیار گریه کرده بودم. بردگه از پدرم جدا نمیشیم نه؟ بعد از همیشه در خانه خودم باشیم. من پشت پدرم بسیار تخت میشم. دیگه جایی نمیریم دخترم. هر چیزی که میشه شبه تو از پدرت جدا نمیسازم. بیا. حتما کدام سوی تفاهم شده. مادرم امروی چی کار داشته میتونه؟ ببینین حتما با کدام خویشاوند ما پول میدادم. از این خاطر شما او را نشناخته غلط درک کرده باشید. بله ما قرب شما را نمیشناسیم، اما امروی تایفون از نزدیک ملاقات کردیم. در اونجا هر کسی که بوده شاهدی کار است. مادرتان او روزی که در چای خانه پول داد جز از تایفون کسی دیگه نبود. ولی قبول دارم که در کردنش مشکل است، اما حقیقت همی است. لطفاً باور کنید. شما چی گفته میرین؟ منطقتانی را قبول میکنه؟ یک مادر چطور میتونه دق بچهش خیانت کنه؟ چطور میتونه بچه خود جگرخون ساخته زندگیش تباه کنه؟ میکنه. بعضی مادرها از این بدترش انجام میتن. ما این قسم مادرهای بی وجدان زیاد دیدیم. باور کنین هیچ چیز من از این حیرانتر نمیسازه. ما با شما باور کنم یا با مادره؟ ببین من حقیقتا برات میگم، او مرد در پشت خانمت مادرت انداخته بود. به زبان خودش اعتراف کرد. او میخواد شما را از هم جدا بسازد. چرا این گپ نمیفهمی؟ اگر یک کلمه دیگه در مورد مادرم گفته بود زبانت قطع میکنم. من راست میگم باور خانم کنید. اسما پیش از اینکه زیاد عصبانی شو بهتر است که بریم. بیا زالا گپ ما را گوش نمیکنه. به خاطر قبول کردنش به وقت ضرورت دارن. بعداً در این مورد گپ میزنیم. چقدر تو تنبل بودی؟ هنوزم خدا را آماده نکردی. ما دستن و توسی دیگه آماده میکردم، در کنار شیرینی هم آماده میکردم. تو بیمزام نمی بود. بچیم تو را نقلات نمیکنه. تو مستحقش بودی. کم مانده مادر جان، پخته میشه. حالا ارجمند میایه. نمیخوایم بچیم زیاد گشنه بمانه. حالا برو دستر خانه آماده کو. حالا من خونه میدارم کل کارا را بکنم. غذاشم سعی آماده نکرده. قدیر بیچاره حقیقت تحمل کرده نمیتونه. ببین دشمنش پیش روش است اما بازم دیده نمیتونه. شاید کم باور کرده باشه. ما دیگه چی کنه؟ نمیتونه باور کنه که مادرش کار کرده. یعنی به گپ دوتا بیگانه باور کنه یا به گپ مادرش؟ تا وقتی که آقا قدیر به گپایم قانع نسازم دلم آرام نمیشه. نمیفهمم چطور، اما خب به یک شکلی مشکل حل خود کردیم. شما حتما موفق میشین. بالایتان باور دارم. میخواستین مرا زیدی بگوین ها؟ اما از روی احترامی که برام دارین گفته نتانستین. تو بلاگه که قواره. پس خوب است. براستی میخواستم براتون زیدی بگویم. خانم پکر فعلا رانندگی میکنم، بعدم جواب میتم. شاید به تشویشت باشه. بعدنگش جوابت اینو مرجان به خواست خودش شد. بالاخره از خورزادش که شکایت کرده بودم بیادرم منصرف شد. یعنی ضرور نبود که مرا تهدید کنه. روز خوش داشته باشین. شما همچنان.
بله اپک، باید با هم گپ بزنیم. 1 ساعت بعد به چای خانه میایم. نمیخوایم از جایم بلند شوم. همینجا خوب استم. حالا دیگه بیادر مثل اطفال ناز نکا. کلا ما یک جای با هم نان میخوریم. میگم خوب استم، نمیخوایم نان بخورم. دلم هم نمیشه بیادر، اما مثل تو شق نمیکنم. اگه این قسم خود قید کنی باز دلت بسیار تنگ میشه. همین قسم نیست خالایشه. بچم ده مورد با هم گپ زده بودیم ها. بیبی با قسمتت قهر کده، امید خود از دست نده. یک در بسته میشه و در دیگه باز میشه. دزم بیبی، امشب آخرین شبی است که با شما هستم. با هم یک جای غذا بخوریم. لطفا قلب من نشکنم. درست است، به خاطر شما میایم، اما زود باید پس به اتاقم بیایم. کاش که سحر اینجا می بود خالایشه. خدا کنه همه چیز اشتباه باشه. خدا کنه او همیشه خوشبخت باشه. خدا کنه. اوف 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 اوف، اوی غذا را بیبی، غذایی که دوستش داشتم آماده کردی. بسیار تشکر یک دانم. نوش جانتان. ای چی است؟ فقط که زهر باشه. کل نمک سرش خالی کردی. ما تکلیف و فشار دارم، نه که میخوای مرا بکشی. توبه توبه، من خود کمن دخته بودم اما نمیفهمم که تو شور شده. خب وقت فکرت دیگه جای باشه باز نتیجه ایتو میشه. مجبور هستیم مال گوشنه بشینیم. آی خدای من. پس شما فعلا سلاته بخوری، زود تخم پخته کردن میایم. بزد تو میکنه بزد. از بیادر خواهرش گرفته اینجا آوردیش نی؟ فکر میکنه انتقام میگیره. خب اونجا کس را نداشت که تو کارا رو انجام بده. در اینجا دیگه نارام است. مادر لطفا قربانتان شام دیگه چیزی نگوین. بیا زود با مشکل با هم آشتی کردیم. نشه که بشنوه باز کل چیز خراب میشه. من هیچ پیش ارزش ندارم عمر. اقا سال ستاجر بودی، اقا سال با هم دوست بودیم. آره میخوای شراکت ما را از بین ببری؟ ما هیچ کس به هیچ کس ربط ندادیم اپک. ما یک کار مناسب انجام میتم. اما در قدر سال تو را نشناخته بودم. به خاطر تو موفق شدن عدالت نه. اگر حق به جانبم نباشه باید پولدار قضیه را ببره و برنده شوه. ما تو را یک وکیل طرفدار حق فکر میکردم، اما بسیار اشتباه کرده بودم اپک. مرا گناهکار فکر میکنی، اما بیبی گپا که گفتم همون شد. چطور از شکایت خود منصرف شده، یعنی که فکرش در جایش بوده. اما اگر من این گپا بگویم باز چرا گناهکار میشم؟ ای که چی را گفتی نه، بلکه چطور گفتی مهم است اپک. تو دختر تهدید کردی، گفتی زندگی خواهر و بیادرت تباه میکنم. ما ناحق وقت خود ضایع میسازیم. ما تصمیم خود گرفتیم اپک. بسیار متاسف هستم اما ادامه داده نمیتونم. اگر نه باز جنجال پیش میشه. فکر کنم بهترمی است که راه ما جدا شود. در ظرف چند روز کارای ما جمع میکنم، بعدن شراکتم خلاص. دیگه چیز باقی نمونده. عمر حالا جان مادر غذا آماده است. نمیخوایم امرای چاتین در یک میز بشینیم. بچه
جانم کم از عقلت استفاده کو. هر قدره که ضد کنی اما قدر با پدرت مخالف میشی. ما برات چی گفته بودم ها؟ فقط میری و معذرت میخوایی. مادر اگه معذرت بخوایم دیگه مغرور خواهد شد. باز در هر فرصت مرا تحقیر میکنم. کاملا برعکس. اگه معذرت خواهی نکنی باز همیشه متخاط بود. نباید بر اونایی فرصت بتی بچیم. برو امرش گپ بزن و این موضوع را بسته کو. حالا جان مادر، حالا بخیر، حالا بخیر. به خاطر ما ای کارا کو بچیم. درست است. من به خاطر زیاد جگرخون هستم. معذرت میخوایم. کاری را که نباید میکردی کردی. بگو معذرت خواهی چی فایده؟ فکر میکنی همه چیز خوب خواهد شد؟ درست است جانم، زیاد طولانیش نساز. بیازو امشب خاله عایشه تان میره. نمیخوایم کدام گپ رخ بده. جانان میتونی به کار خود شروع کنی. کاش که دگام اینجا می بودین. با شما عادت کرده بودین. جانم مام زیاد اصرار کردم اما امشب میخوای که حتما از اینجا بره به خانه خود. در زودترین فرصت اینجا بیاین. انشالله دخترم. اگه قسمت بود میایم. اگر راستش بگویم از امروز روزی که شما را دیدیم ازتان خوشم آمده. سالاست که شما را مشناسم. نمیفهمم شما من میستدارین یا نه. مام همه قسم میخواستم دخترم. در این وقت کم برم مثل یک خانواده شده. نمیخواستم که برم اما مجبور هستم. از دستم کدام چیزی نمیاید. خوش آمدی. خوش باشین. خب چی کردی؟ امرا ایپه گپ زدی بچه؟ گپ زدم. کم سخت است اما شراکت خلاص کردم. وقت کارای داریشم خلاص کردیم. تمام چیز خلاص میشه. تبریک باشه بچیم. آفرین به تو. بالایت افتخار میکنم. بعد از این به هیچ کسی نیاز نداری. من همراهت هستم. در قصه پول و پیسام هیچ نباش بچیم. کل چیز حل میکنم. بیازو یک جای مقبول پیدا کردیم. انشالله که خیر و برکت نصیبت شوه. آها. خداوند از شما راضی باشه پدر جون. انشالله زحمتتان به هدر نمیمانم. نوش جانتان. زنده باشی جانم. میبخشی که منتظرت نماندیم. چون عایشه جانم شب میره از این خاطر نانه وقت در خوردیم. راستی برات یک مژدام دارم. قدرت از چتن معذرت خواست با هم آشتی کردن. بایدم بخواید. بیستوز این چی است؟ اوراق ثبت عسکریت است. زیاد وقتت نمیگیره. چند روز بعد خبرش میآید. تبریک باشه بچه. این بسکری میره. تو چی میگی ترگوت؟
هنوز درسش خلاص نکرده، چطور عسکری بره؟ با سپری کردن وقت خود در میخانه خونه میتونه درس خود ادامه بده. خوب میشه که به عسکری بره، شاید در اونجا به درد بخوره. این دیگه چی معنا میته؟ چطور تو میتونی؟ پس چی میکردم؟ یک سال زحمت کشیدم اما آدم نشدی. حال به عسکری برو که آدم شوی، شاید حداقل اونجا یگان کاری بتونی. خیرت باشه پدر جان. قهوه خلاص شده بود، از این خاطر خواستم بازار برو. چرا به من نگفتین پدر؟ شما بشینین من خودم میارم. تو فردا به محکمه میری نه؟ البته. خب دیگه مرحبا دیگه که برم. بیاز برم تفریحات شد. زود باش دیگه به کارت برس. با چی سیل میکنی زحل؟ چی شده؟ حالا بگو. فکر کنم کدام گپی با گفتن داری. ترگوت، به خاطر او حادثه بچیم بسیار پریشان بود. تو متوجه ای گپ نیستی؟ باز تو گفتی که معذرت بخوایم، معذرتم خواست. درست وقتی که کل چیز دوباره درست میشد این موضوع عسکری دیگه از کجا پیدا شد؟ ما اولادم خوب میشناسم. قدرت آدم نمیشه. تا وقتی که ما یک قسم نازشور داریم که هیچ آدم نمیشه. تو هم زیاد برش روی نتی. نمیخوایم امرای زد کنم اما میشه بازم فکر کنی. چیزی نیست که در موردش فکر کنم. هرگز برام چیزی نگویی چتن. شما هم نانتانه بخورین، نشه که سرد شوه. بی از او گشنه نیستم. نوش جانتان. ای چه قسم یک پدر است. بچیم چطور تحمل کنه؟ بالاخره پشت هر تاریکی روشنی است. اما خیر، کافی است که عمرم دستش دراز نباشه. حاضر هستم که حتی جانم فداش کنم. خلیل بینر، در این وقت شب اینجا چی کار داری؟ نه که دکانه در خواب دیدی چطور؟ ای ندیمه، بیا که برات بگویم. کار قسمت از بیادر، چی بگویم؟ هرچی که خیر باشه. تو خب برخلاف من نیستی نه؟ به خاطر که عمرم راحت باشه مجبور هستم که کار کنم بیادر. خداوند خودش مهربان است ندیم بیادر، چی کنم؟ هیچ مشکل نیست بیادر. در ضمن به تنهایی نمیتونی آزادی کارای بروی. عمر مثل بچه است. اولاد خود خواه سرک نیافتیم. به خاطر محافظت هر کاری که بتانیم انجام میتیم. زنده باشی، خداوند از تو راضی باشه. از تو هم بیادر. اما تشویش نکن. کسی که اینجا را بگیره یک شرط داره. تو را به صفت آشپز اینجا نگاه خود کرد. تو را به این حالت دیده نمیتونم دوستم. بسیار پشت گپ میگردی. کسی بشنوه میگه قیامت شده. حالا تو به طرف خانه برو، کم استراحت کو، بیا زود ای وقت شب مرام از خواب بیدار کردی. حالا شب بخیر. شب تو هم بخیر بیادر. از کلتان خسته شده.
از این همه تحقیر خسته شده، از این که همیشه چتن با ما مثال میتر خسته شده پدر. حتی زخمی شدنت برات فایده کرد لعنتی. پدرم تنها به خاطر خوش کردن تو من جزایی میسازه، بازگری روانم میکنم. بالاخره از من نجات پیدا میکنی، میتونی بچه یک دانه پدرم شوی. خدا جزایت بده چتن، جزایت بده. بس از دیگه خدا لعنتت کنه چتن، خدا لعنتت کنه. بس از دیگه خسته شده بده چتن، خسته شده بده. خدا لعنتت کنه، خدا لعنتت کنه، خدا لعنتت کنه. بس از دیگه گریه نکن زحل. برای امشب همه مشکلات کافی نیست. مشکلی که میگی بچه ما میشه ترگت. چی کنم؟ مثل تو از بچه منصرف شدن نمیتونم. ما از بچه منصرف نشدیم، میگم باید آدم شوم. ترگت هرچی که نباشه بالاخره او بچه ماست. اگر روانش کنی باز چی میشه؟ فکر میکنی که اصلاح شده پس میایه ها؟ کاری را که ما برش کردن نتونستیم او را میکنن. تو تشویش نکن. ترگت لطفاً قسم نکن. بچه‌م ده اونجا تحمل کردن نمیتونه. چی میشه؟ ای بارا را ببخش. برات وعده میتم بعد از این مثل سایه همراهش میباشم. اجازه نمیتم که باز کدام مشکل جور کنه. خسته نباشی. این کار را باید قبلا انجام میدادیم خانم زحل. بیا از او به خاطر نازدادن تو اینقدر بی‌پروا شده. باید از اول فکرت هم میگرفتی. خب دیگه من شاور گرفتم میخوابم. تو هم گریه کردن بس کو. این قسم برش خوب میشه. به من باور داشته باش. حالا بگی دیگه بیادر دوایت در وقتش بخوا. خیریت باشه. باز به کدام فکر غرق هستی؟ ایره نگویی که قدرت بسکری میبرن و دل تو برش میسوزه. کاکای من روزم سرش سخت نمیگیره. ما میبدم از خانه میکشیدمش. اسما چوب باش دیگه. گبه طولانی نساز. به خاطر چی؟ کاری را که دلش بخوای انجام بده و بعدا هم فرار کنه بگوی من نکردیم؟ باید جزای کار خود ببینه. بسکری رفتن نجات پیدا خواد کرد. به نظر من به شرایط فعلی باید تو عادت کنه. او نمیخواست که تو شوه. باور کن فقط یک حادثه بود. بیادر تو متوجه گپایت هستی که چی میگی؟ او بچه زندگی تو را تباه کرد. دیگه نمیخوایم از این بیشتر اعصاب خود خراب کنم. خوش ندارم در این مورد گپ بزنم. با خود چای آماده میکنم. تو میخوایی؟ نه خیر چیز نمیخوایم.
خانواده این در پیش چشمم نابود میشم اما من چیزی کردن نمیتونم. حتی نمیتونم یک ساره یک جای بسازم. با چطور میتونم اولادم یک جا بسازم؟ خدایا خودت کمکم کن. اگه باشم سحر اجازه نمیده. شاید به بیادر و خواهرش کل چیز بگویم. وزو نامر قاتل پدر خود گفته و مرا میکشم. اگه برم در کجا با خود سرپناه بپرم؟ هر جایی که برم بدون اولادم برم جهنم است. اگه همیشه خوش آرام باشن، اگه دورم باشن بازم اسخاد کردم. بدون ای که بابا من بویشه استشمام میکنم. کافی است که اونا خوش باشن. اگه مرا نشناسنم مشکلی نیست. اما وضعیتشان رو خود میبینم. زمانی که اولادم با هم دشمن باشن من چطور میتونم اونا رو تنها مانده برم؟ چتن مثل تو بیکاره نیست. آدم واری زحمت کشید کار کرد و لیگ انتخاب شد. باز تو چی میکنی؟ پول پدرتن آقایب میکنی و میگردی. بیازو شب روز خدا جمعی خانه سپری کردن نمیتونه به درسش ادامه بده. بهتر از به عسکری بره. شاید اونجا به درد بخوره. کاش که فقط به خاک پای چتن میرسید. اما های قدرت چه وقت آدم میشه که پدرش برش افتخار کنه. کل چیز از دست تو شد. اگه تو نمی بودی پدرم مرا دوست می داشت. باز پدرم قسرم چیخ نمی زد. تو پدرم از من گرفته چته. قدرت خیرت باشه بیادر. بگی شاید قسم زیادتر خوش شوی. خیرت باشه بیادر چی شده؟ باز از کدام پلو خیستی؟ اوراق پانتونت است. بگی در پیشت باشه که هر روز ببینیش. من یه اوراق چی کنم؟ ها؟ زود باش از اینجا ببرش. چرا؟ شاید بخوای چهار چوکات کده آویزانش کنی. شاید وقتی بسکری رفتم طرف استایل کده خنده کنی. باز میتونی موفقیت خود جشن بگیری. ما دیگه میرم. چشمای روشن میدان با تو میمانم. قدرت میفهمم تو بسیار عصبانی هستی اما از حدت نگذر. رفتنت بسکری به ما هیچ ربط نداره فهمیدی؟ زیاد چیخ نزن. یک بار وضعیت مرا ببین. مرا به چی حالت رساندی؟ زیاد گپ نزن. تمثیلی بیادر بودن نکو. فکر میکنی ما از اول نیتت نمیفهمیدم لوده؟ مرا بازی دادن نمیتونی فهمیدی؟ بیادر لطفا درست گپ بزن. تو چی گفته میری ها؟ کمی متوجه زبانت باش. اگه متوجه نباشم چی میشه؟ ها چی کدام میتونی؟ میخوای چی کنی؟ میخوای مرا لط کنی ها؟ بله لطت میکنم. باید جزای کارهای کمرای مکدی ببینی. پس کو دستتا. تو جزای کارهای را که انجام دادی میکشی. زود چو گم شو. کمه با عقل شو. میفهمم تو هیچ وقت آدم نمیشی. ازت بخشش خواستم نه؟ میفهمی هیچ دقیقت نیستم. کاش امروز روز میمردی. از بین میرفتی باز خوش میشدم. حالا زود باش از اینجا گم شو. نمیخوایم چهره‌ت ببینم. چیزایی را که دیدم نمیتونم از اودش برایم. دهی 20 سال خدا میفهمه که اولادم چی روزاره دیده. چه قسم تحمل کرده باشن. او وقت خمده زندان بودم. برشان هیچ کار کرده نمیتونستم. اما حالا خود پیششان هستم بازم دردشان درمان کرده نمیتونم مثل مادر داغوش بگیرمشان و نیام از زندگیشان مراقبت کرده میتونم. ای خدایا فقط تو امیدم هستی. به تو پناه میبرم.
هیچ چاره‌ای ندارم. خودت برم یک راه حل نشان بده. سر اولادم رحم کن. اونا را شر شیطان نجات بده. برای راست راهنمایی کو یا پروردگارا. از تو نفرت دارم فهمیدی؟ نفرت دارم. کاش دو حادثه از بین میرفتی. اگه گپای تمام شده باشه از اینجا گم شو. نمیخوایم چریت ببینم. دست رویتان باشای که به هوش بیایی. تو چی گفتم میری؟ تو چی گفتم میری؟ خدایا تو اجازه را تکون را با هم دشمنی کنن. دلشون رحم و مهربانی را بنداز. در هر شرایطی که باشه را از یکدیگر محاسبت کنن. بیادرها را یک جا بساز و از دلایشان نفاق و کینه را دور کن خدایا. خدایا اولادم ازم دیگه دور نساز. دلشون رحمه بنداز پروردگارا. در هر شرایطی که باشه نزد که دیگه خود مواظبت کنه. چاتل کمک کنن. چاتل لطفاً کمک کنه. خلاشه چاتل ayrıldık. Özledim seni. Geçer sanmıştım, aylar geçti. Unutmadım seni. Gözyaşlarım hiç değmesin kurumuş toprağıma. Seni üzmek en son şeydir şu kısa hayatımda. Gözlerindeki o tebessümü görmek için ben yıllarca beklerim. Seni kalbime gizledim durdum. Senden asla vazgeçmedim. Hep bekledim durdum. Vazgeçmedim, hep bekledim durdum. Hep bekledim durdum. Hep bekledim durdum.